یک کاوشگر یک پری دریایی را ضبط کرد تا به همه نشان دهد که آنها در نزدیکی جزایر فیجی زندگی می‌کردند. زنی جوان که با گوش دادن به داستان‌های پدر ملوان خود بزرگ شد، اما در سن 23 سالگی پس از مرگ پدرش، نانا سیاهه چوبی او را به ارث برد که تمام ماجراهای عجیبی را که در دریا تجربه کرده بود بازگو کرد و در وسط اتاق نقشه‌ای بود که جزیره ناشناخته در اقیانوس آرام را نشان می‌داد. لانا بدون تردید وسایلش را آماده کرد، قایق پدرش را گرفت و سفرش را با سگش آغاز کرد و سپس رفت. بعد از 25 روز که روی دریا بود به جزیره رسید. در نگاه اول جزیره متروکه به نظر می رسید، اما با قدم زدن ویرانه‌هایی پیدا کرد که به زیرزمینی منتهی می شد. اما درست قبل از ورود سگش شروع به غر زدن کرد که انگار می‌خواست خطر را به او گوشزد کند. او هنوز تصمیم گرفت بیرون برود، از پله‌ها پایین رفت و چراغ قوه‌اش را روشن کرد. برای دیوار کنارش پیامی بود که قبل از اینکه بتواند از پله‌ها بالا برود و فرار کند، یک آهنگ فریبنده در زیر زمین طنین انداز شد. اون دختر با کنجکاوی به سمت پایین زیرزمین رفت و در آنجا صحنه‌ای باور نکردنی رخ داد که یک پری دریایی که درست در کنار او در آب بود، اما به لطف دوربین خود توانست این موجود را ضبط کند. و اگر شما هم می‌خواهید آن را ببینید، دانستنی استوری رو حتما فالو کنید.